عشق به آگاهی، عشق به خود عشق، عشق به وحدت و یگانگی. به نام عشق بی نهایت، قدرت نامحدود ممکن کنه هر ناممکن. یه دفتر و قلم با عشق تهیه کن به نیت چالش پله آخر و یه عکس 4 تا 6 سالگی خودت رو. ای عشق بی نهایت، ای بهترین رفیق، هدایت بر عهده توست، تسلیم اذن و ارادت هستیم. با کریمان کارها عاشقانه، ساده و عزتمندان است. الهی به امید تو. بخوام از تجربه شخصی خودم بهتون بگم، از اواخر 1401 با شوک‌گذاری شروع شد و کم کم آگاهی ها وارد شد و 21 اردیبهشت 1402 همزمانی با شمس در لباس یک جوان خوشتیپ که همه چیز از اونجا عمیق‌تر شد و آماده شدم واسه فضاگشایی و تغییر و تحول، بیداری درونی. و از 22/5/1402 جدی شدم تو انجام دادن، تو عمل کردن. اینم بخشی از دفترمه. خداحافظی با یک سری عادات اشتباه که نتیجهش شده بود اونی که بودم، و سلام و عشق به میثاقای جدید که همه رو می نوشتم و درصدی رو که رعایت کرده بودم در طول اون روز رو تیک می زدم و برای خودم درصد می ذاشتم که چقدر تونستم بهش پایبند باشم و عملیش کنم. کم کم داشتم واقعی و عملگرا می شدم. پرده پرده آنقدر از هم دریدم خیش را، تا که تصویری ورای خیش دیدم خیش را. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. راهنمایی های شمس و چالش هایی که به هم میگفت و شروع میکردم و عمل میکردم تا اینکه رسید به آذر ماه و سفر 9 روزه کلبه جنگلی گیلان ماسال داخل یه روستا که چسبیده به جنگل بود و همچین تجربه‌ای تا حالا نداشتم. روبرو شدن با حقیقت خودم که قبلا یه بار توی سرخسار هم تجربهش کرده بودم. بیداری درونی، یه لحظه، یه دینگ، آشنایی با روستایی‌ها، با موجودات دیگه، سکوت و سکوت و سکوت. پس بقیه باقی، دوست الهی ساکن در سیاره زمین، یه دفتر و قلم با نیت عشق و شروع چالش پله آخر تهیه کن. با یه تصویر 4 تا 6 سالگی خودت عشق بازی کن و شروع کن خداحافظی کن با عادات ناکارآمد قبلیت و ایجاد میثاق‌های نو. من اینجا بهت پیشنهاد میکنم کتاب 4 میثاق رو
مطالعه کنی یا فایل های صوتیش رو با گوش جان بشنوی. نور و عشق به مسیرتون. با پیشنهادات، راهنمایی و ارائه راهکار، روش و مدل خودت رو کشف کن. حقیقت خودت رو به یاد بیار و بازی خودت رو بلد شو. از خدا، غیر از خدا را خواستن، ظن افزون نیست و کلی کاستن. دوست الهی ساکن در سیاره زمین، بقیه باقی، نور خواهی مستعد نور شو. شرایطی رو فراهم کن صید بشی که کار او صید کردنه. پیشنهاد میکنم محتواهای طریق عشق رو در سکوت مشاهده کنی و با گوش جان بشنوی. اومدم پیاده روی و دو آهسته میخواستم بهت بگم شروع کن ارتباط برقرار کن با طبیعت، با زمین، مادر خودت، با احترام، با تواضع و بغل کردن درخت، که به مرور متوجه میشی که هیچ فرقی بینمون نیست. دوستتون دارم.